در حالی که خاکستری هم سیاه را در خود دارد و هم سفید را، یعنی همه رنگ را. و من میخواهم از این معنی بگویم، از مبارزه با تک رنگی، از توجه به چند رنگی، چند صدایی، تنوع اندیشه و دیگر اندیش پذیرایی. چرا که گمانم بر این است که در جوامع دیکتاتور زده روشنفکرانش هم بسیار سفید و یا سیاهند و همه چیز را سفید یا سیاه می‌بینند و خاکستری دائم فراموش می‌شود و گاهن به صورت دشنام به کار برده می‌شود. بیشک شما عزیزان متوجه شدید که من نمی‌خواهم تحلیلی از اوضاع و احوال کنونی ایران بدهم، اگرچه نظرات فردی در این زمینه دارم. دوستان بسیاری در سایت‌ها و روزنامه‌های مختلف این مهم را به عهده دارند و قلم می‌زنند تا تحلیل‌های علمی هر روزه از وقایع ایران بدهند و من این کار را به اهلش می‌سپارم. آنچه من می‌خواهم بگویم کلامی چند است در حاشیه آنچه همکنون می‌گذرد، آن هم نه در ایران بلکه در خارج از کشور و بیشک ریشه در گذشته و فرهنگ و تاریخ ما دارد و اثراتی در آینده ما. من سالهاست گمانم بر این است که چنانچه تحولی در ایران صورت بگیرد توسط نیروهای داخل کشور انجام می‌گیرد و هیچ یک از نیروهای سیاسی خارج از کشور، تکرار می‌کنم، هیچ یک از نیروهای سیاسی خارج کشور نه توانایی و دانش و نه شناخت لازم را دارد تا بتواند در هر گونه حرکت تاثیرگذار باشد و نه قدرت تحلیلش را دارد و به مراتب قدرت راهبریش را نیز ندارد. اما می‌خواهم از آنچه حرف بزنم که شاهدش بودم و کمی از آن شناخت دارم و معتقدم ما به طور اجتماعی از این کمبود بسیار ضررها برده ایم و تا به درک نوینی از آن نرسیم، منظورم به طور جمعی است، تغییری در آن حاصل نمی شود. در این چند وقت با شرکت گهگاهی در بعضی اجتماعات و تظاهراتی که در حمایت از جنبش داخل صورت می گرفت شرکت کردم و یا گاهن از طریق اینترنت دوستان برایم ویدئوی آنها را فرستادند. متاسفانه در این مراسم شاهد صحنه‌هایی بودم که دل را به درد می آورد و خمینی را به یاد. اولین بارها که رفتم خوشنود شدم، چرا که چهره‌های تازه بسیار می‌دیدم، همچنین چهره‌های قدیمی که دیگر سالها بود در هیچ اجتماعی که رنگ و بویی از سیاست داشت شرکت نمی‌کردند. نگمان کنید که خود را مشترک دائمی این اجتماعات جا می‌زنم. پس به فال نیک گرفتم و از اینکه دوباره همبستگی و همدلی در دستور کار قرار گرفته است خوشحال بودم. اما متاسفانه در حین همین اجتماعات جوانانی دیدم هیجان زده که در میان جمعیت میچرخیدند و هر کسی شعار دیگری میداد او را از تظاهرات بیرون میکردند. زنی را دیدم که به دیگری میگفت این کمونیست های کثافت را از اینجا بیرون کن، الان همه چیز رو خراب میکنند، و همین زن در جواب زن دیگری که علیرغم مخالفت نظری با آن گروه به اصطلاح کمونیست به زن جوان گفت شاید بد نباشد بدانید همینها اولین کسانی بودند که ماهیت رژیم را تشخیص دادند و بهای آن را هم به سنگینی پرداخت کردند. با تندی گفت خفه شو کثافت، مگه نمیفهمی ما در ایران فامیل داریم؟ و اون نمیدانست که برادرزاده زنی که به او فحش میدهد روز قبل در درگیری زخمی و دستگیر شده و خانواده‌اش از او بیخبرند. فرد دیگری را دیدم که دائم دنبال مردی میرفت که 2 تصویر از خامنه‌ای را در هیئت هیتلر در سکوت بالای دست گرفته بود و مرتب از اجتماع به بیرون رانده میشد. مرد زرتشتی دیدم که مانع سخن گفتنش می شدند و آن هم به عنوان همبستگی با جنبش ایران. کارگردانی را دیدم که یک شب صدای مردم ایران شده بود و برای همه تعیین تکلیف می کرد و تعیین رنگ. چنانچه وقتی وزیر سابق فرهنگ فرانسه برای همبستگی به همراه چند دوربین تلویزیون آمد، پارچه سبز بزرگی را بلند کردند تا تنها کسانی که زیر پارچه بودند در تصاویر تلویزیونی نشان داده شوند.
جمعی از هواداران سازمان‌های چپ را دیدم که چون در اقلیت بودند و نمی‌توانستند شعارهای خودشان را بدهند، می‌خواستند تظاهرات را ترک کنند و سعی می‌کردند دوستان و آشنایان غیر گروهیشان را هم با خود ببرند. در جلسه‌ای دیدم استاد دانشگاهی که ایرانی بود ولی حین بحث‌هایش میگفت اعتقاد ندارد ایران به دلیل سابقه تاریخیش کشور بزرگی است، مورد حمله زن هنرمندی قرار گرفت که او را غرب زده و خودفروخته مینامید، آن هم در جلسه‌ای به زبان فرانسه و در حمایت از جنبش ایران. در آمریکا و از طریق اینترنت جلسه‌ای دیدم که از همان اول سخنرانی با گفتن مرگ بر جمهوری اسلامی جلسه به هم خورد و نه تنها از جمهوری اسلامی و جنایاتش سخنی نرفت، بلکه از جنبش ایران، کشته‌ها، دستگیری‌ها، تجاوزات حرفی نشد و هیچ کس فرصت نیافت بر این جنایات اعتراضی کند، چرا که همدیگر را طرفدار اسرائیل و ساواکی خواندند و به هم فحش‌های رکیک دادند و جلسه نهایتاً به هم خورد. جوانانی دیدم که هیچ نیازی حس نمی‌کردند به اینکه بدانند آنانی که تجربه چندی دارند چه می‌گویند، چه می‌اندیشند، چگونه می‌توانند از تجربه‌های آنان استفاده کنند، بلکه شنیدم که به صراحت می‌گفتند شما انقلاب خودتان را کردید، بگذارید ما هم انقلاب خودمان را بکنیم. مرد جوانی را دیدم که مانع شعار مرگ بر دیکتاتوری میشد و میگفت ما باید فقط شعارهای ایران را بدهیم و یادش نبود که ما در ایران نیستیم و شاید کار دیگری از ما انتظار میرود که آنان که زیر تیغند نمیتوانند در آن زمان بکنند و از همه بدتر اینکه در همان زمان در ایران مردم زیر تیغ شعارهای رادیکالتری میدادند. و آنچه بیشتر دل را به درد می آورد این بود که در همان حال در ایران به جنبش به سمت یگانگی بیشتری می رفت. شعارها رادیکالتر می شد. راه پیمایان از راهبران جلوتر می افتادند و شتاب بیشتری می گرفتند. در اطلاعیه ها و در ویدئوها و روزنامه های مختلف ولایت فقیه زیر سوال می رفت و رهبر از بیچرایی خارج می شد و می بایست پاسخ می داد. جنبش با شعارهایش و خواسته های به حقش چون لغو اعدام یا حذف ولایت فقیه چنان با سرعت پیش می رفت که همه دستاندرکاران می فهمیدند که فرصت چندانی برای فاصله گرفتن از جنایات هر روزه ندارند و باید اردوگاه خود را مشخص کنند. به همین دلیل برآن شدم که اینجا از خاکستری بگویم که سیاه مطلق نیست، که سیاه رنگ جهالت است، رنگ وحدت کلمه، رنگ یک حزبی، رنگ خشونت بیچرایی. خاکستری فقط سفید نیست، سفید که رنگ پاکی است، رنگ مهتاب است، رنگ ناب است، مادر همه رنگ هاست. از خود و از جمع شما میپرسم تا کی میخواهیم همه چیز را سفید و سیاه ببینیم؟ هر که با ما نیست را بر ما ببینیم. هر کلامی را پیش از درک معنای آن بخواهیم بدانیم گوینده‌اش کیست تا آن را قضاوت کنیم و به معنای حرف توجه نداشته باشیم. تا کی می‌خواهیم گمان کنیم آنچه را ما می‌دانیم حقیقت مطلق است و تا کی می‌خواهیم به مطلق باور کنیم؟ چرا نسبیت در جامعه ما راه خود را نمی‌یابد و دائم میان بحث‌های بظاهر روشنفکرانه گم می‌شود؟ آیا زمان